گاهی یک قصه برابر 1000 درس است. بنابراین من قرآن به قصه بسیار اعتبار داده است. میتوان گفت که سه قرآن این قصه است که از آن ما هزارها عبرت ها میگیریم. الله تعالی وقتی میخواد که ما رو درباره عفت و پاک دامنی پند دهد، برای ما قصه یوسف را میآورد. وقتی که الله تعالی میخواهد برای ما درباره حکمت گپ زند، قصه لقمان را میآورد. وقتی که الله تعالی میخواهد ما را درباره فرزند نیک پند دهد، قصه اسماعیل را میآورد که وقتی پدرش خواست ذبح کند گفت یا ابت فعل ما تؤمر، چی فرمان شده باشی نسبت ما اجرا کن. وقتی که درباره قبول شدن دعا گپ زده شود، قصه نوح و زکریا و یونس را میآورد. وقتی که الله تعالی میخواهد درباره بخل و کبر ما را پند دهد، درباره قارون گپ میزند که مغرور به مال خود بود و میگفت که انما اوتیته علی علم، هر چی که من به دست آوردم این مهنت من است، این از دانایی من است. وقتی که الله تعالی میخواد که ما رو پند دهد چگونه استوار باشیم در ایمان خود، جادوگران فرعون مثال میآورد برای ما که سحر جادوگر بودن، بیگاهی مسلمان شدند و استوار ایستادند که فرعون آنها را به دار آویخت و آنها به فرعون توبه نکردند، از فرعون دستگیری نکردند، فرعون را همچون خدا اعتراف نکردند. دیگه گفتند تو خدا نیستی، یک مخلوق هستی، تو فقط میتونی ما رو کشی، دیگه چی داری تو غیر از جان ما رو گرفتن. وقتی که الله تعالی میخواد که برای ما پند دهد درباره بغض و کینه و عداوتی که بین انسان ها میشه و خصوصا بین خویشاوندان، برای ما یوسف و برادران یوسف را میآورد. وقتی که الله تعالی میخواد درباره انتقام خود نسبت بنده های سرکش و عاصی گپ زند، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود و آنها را برای ما پیشکش میکنه و مثال میارد که ببینید من چگونه انتقامم وزنین است، انتقام من خیلی دردناک است. نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. بندگان مرا خبر کن اینکه من بسیار بخشنده و مهربان هستم و اینچنین خبر کن که عذاب من خیلی عذاب دردناک. و اگر الله تعالی خواهد که برای ما چگونه لشکریان خودش را اختیار میکند نسبت آن صحبت کند، برای ما قصه اصحاب فیل و قصه فرعون را میآورد. اگر الله تعالی خواهد برای ما پند درباره لشکریان خودش دهد، قصه طوفان نوح، آب لشکری خدا هست. قصه اصحاب فیل یعنی پرندگان کوچک میده که آمدن همچون لشکریان الله تعالی و لشکری بدواهمه و واهمناک اون زمانه ابرهه را به خاک و خون کشیدن، نابود کرد. الله تعالی کیک را، شبوشک را، قورباغه را و خون را و ملخ را همچون لشکر استفاده بود و فرعون عظمت و بزرگیش به زمین مالید. بینی فرعون به زمین مالید. برای ما پند داد که فرعون، اونی که تو خودت را خدا میگفتی، اونی که خودت را خدای یگانه مصر میگفتی و مردم بالاش ظلم میکردی، ستم میکردی و فقط فکری خودت بالی مردم بار میکردی و دیگر اندیشی رو در اونجا من میکردی، با یک قورباغه خدای تعالی خور و زارش کرد. نمرود لعینه خدای تعالی به یک مگس خار کرد. این ظالم اینقدر انسان خار است، اینقدر بی‌آبرو است که الله تعالی برای بنده هاش تسلیت دادن، دل بنده رو برداشتن، یک مگس فرستاد گفت که بنده من نترس، از ظالم نترس که این ظالم به یک مگس نابود نشد. فرعون به شبوش نابود کردم، فرعون به آب نابود کردم. فرعون وقتی که خانه خوابش پر از شبوش شد، وقتی خانه خوابش پر از قورباغه شد، وقتی که ملخ خانه‌ش هجوم کرد، هیچ کاری از دستش نمی اومد. خیلی که در حکایه آمده است، فرعونی که دعوای خدا میکرد، بار ابلیس اومد قفای درش ایستاد و در فرعون تق تق کرد در دربارش. میگه فرعون برآمد و گفت که کیست؟ از قفای در شیطان گفت بدبخت لعین، گفت تو دعوای خداوندی داری، نمیدونی که قفای در تو کی ایستاده، تو چه خدا هستی؟ یعنی ابلیس هم تا حتی فرعون خنده خیلیش قرار داد. فرعونی که من خدای مردم میگم. اگر درباره احمقی و جهالت و نادانی ظالم طاغوت خدای تعالی ما رو پند داد نشد، بازم این فرعون و نمرود رو برای ما مثال میاره. درباره حسد تعلیم داد نشود، قصه قابیل و حابیل میآورد. دوستای عزیز، همه این قصه ها
همه این پندهای قرآنی یک وسیله تربیوی خوبه برای کلانها پیش از خردها هست، برای بزرگان پیش از کوچکا هست. این قصه ها یک وسیله تربیوی برای بزرگان پیش از کوچکا هست، برای کلان سالان پیش از خرد سالان است که برای انسان راه نشان میدهد، راهنمایی میکند و انسان را دستگیری میکند. این بود آنچه که میخواستیم درباره فواید قصه ها در قرآن برای شما نقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.